وقتتون بخیر باشه. خوش اومدید به دوره آموزشی هنر جذاب و شگفت‌انگیز دات ماندالا. خیلی خوشحالم که با اولین قسمت از مجموعه ویدیوهای آموزشی هنر دات ماندالا در خدمتتون هستم. امیدوارم که یه دوره آموزشی مجازی عالی رو با هم بگذرونیم و در پایان راضی و خوشحال باشید از این دوره آموزشی و از این هنر ناب و شگفت‌انگیز نهایت لذت رو ببرید. این ویدیو به معرفی ابزار اختصاص داره. ببینیم برای یادگیری هنر دات ماندالا به چه ابزاری احتیاج داریم که دونه دونه بهتون معرفی میکنم. اولین وسیله بیس کارمون هست، یعنی یک زمینه مناسب که کارمون رو روش اجرا کنیم که این بیس میتونه چوب یا سفال باشه. چوب و سفالهای خام که در سازهای مختلف از 10 سانت تا 30 سانت و حتی بیس های چوبی تا 1 متر هم در بازار موجوده که بنا به سلیقه میتونید انتخاب کنید که روی چه بیسی کار کنید. این بیس ها رو به صورت خام تهیه میکنید. بیس های سفالی از مغازه هایی که اجناس و ظروف سفالی دارن، مثلا گلدان های سفالی دارن، غالبا سفال خام هم دارن، از اون جاها میتونید تهیه بکنید. در واقع اینها بشقاب های سفالی هستن. بیس های چوبی هم از فروشگاه های خاصی که حالا به صورت آنلاین هم هستن میتونید تهیه بکنید که بعداً بهتون معرفی میکنم. وسیله بعدی که نیاز میشه سنباده هستش. اگه میخواید روی سفال کار کنید و اگه سفالتون سطحش صاف و صیقلی نباشه باید سنباده بکشید. سنباده های در واقع ورقه‌ای که توی بازار موجوده، هم لوازم تحریری ها دارن هم ابزار فروشی ها که نه زبر نه خیلی سفت. همیشه هم سعی کنید که سفال های صاف و بدون ایراد رو انتخاب بکنید و دقت هم بکنید که پشت کار حفره داشته باشه برای آویز. چوب ها معمولا سطحشون صافه، زمانی که سفارش میدید به صورت صاف و صیقلی براتون میفرستن و غالبا نیاز به سنباده کشی نداره. خب ابزار بعدی که نیاز داریم لوازم تحریر هست. در واقع مداد، پاک‌کن، خطکش، گونیا، نقاله و پرگار که برای خطکشی ها و ترسیم خطوط ابتدای کارها بهشون نیاز داریم. مداد هم ترجیحاً از همین مداد نوکی ها باشه که خطوط ظریفی بتونیم رسم کنیم. پاک‌کن هم ترجیحاً پاک‌کن فکتیس باشه که پاک‌کن نرم و در واقع مرغوبی هستش که برای پاک کردن رد مداد در انتهای کارها هم خیلی مناسبه. وسیله بعدی که نیاز داریم قلموی زمینه هست برای رنگامیزی اولیه بیس کارهامون. از این قلموها میتونید استفاده بکنید که اسم خاصی هم ندارن اما کیفیت عالی دارن و خیلی هم مقاومن. حالا توی همون پیجی که بهتون معرفی میکنم از همین مدل قلموها دارن در سایزهای مختلف، از 1 تا 10 دارن که سایز 5 سایز خوب و متوسطی است. من خودم برای کوچکترین سایز تا بزرگترین سایز راحت از همین استفاده میکنم. از قلموهای گرونتر هم شما بنا به سلیقه میتونید استفاده کنید، مثل ماریس، پارس آرت، پارس آرتیست. اما همین مدلی که دارم واقعا هم قیمت خیلی عالی داره و هم کیفیت فوق‌العاده‌ای داره. وسیله بعدی قلم‌های داتینگ هست. ست 5 تایی رنگارنگ که برای زدن نقطه‌های ظریف در دات ماندالا استفاده می‌کنیم. از ظریف‌ترین سایز یعنی از شماره 1 تا 5 در واقع توی این ست قرار داره که یک طرف اینها سایزشون کاملا یکسانه و سری دیگرش از 1 تا 5 متغیره که شما این قلم‌های داتینگ رو هم از لوازم آرایشی ها میتونید تهیه کنید، هم لوازم تحریری ها و هم لوازم هنری ها. و یه مدل دیگه هم از قلم داتینگ داریم که ست ستایی مشکی هست. خیلی واجب نیست اما چون یک سر سوزنی داره برای انجام کارهای ظریف خیلی میتونه مناسب باشه. ابزار بعدیمون سنبه فلزی هست. ست 4 تایی برای زدن نقطه های متوسط تا بزرگ در دات ماندالا که هم فلزیش موجوده هم ست 5 تایی از همین جنس پلاستیکیش موجوده. اگه قیمت براتون مهم نیست ترجیحاً همین جنس فلزی رو تهیه بکنید. پلاستیکیش هم بد نیست اما ممکنه که کمی مشکل ساز بشه چون بعضی ها تهیه کردن و میگفتن که در واقع اون نقطه های گرد و درستی که باید بده رو نمیده. حالا باز بستگی به خودتون داره که با کدوم راحت تر هستید، ولی توصیه من همین جنس فلزیش هست.
وسیله بعدی پالت هست. پالت رنگ برای اینکه رنگ هامون رو داخلش بسازیم و آماده کنیم برای کار، که از این پالت های تخم مرغی معروف میتونید استفاده بکنید یا کلا از هر وسیله دیگه ای، از هر ظرف کوچیک دیگه ای، مثلا ببینید از این درپوش بطری ها یا هر ظرفی که شبیه به اینهاست میتونید برای ظرف رنگتون استفاده بکنید، رنگتون رو توش بسازید و خیلی راحت برای کار استفاده بکنید. یا مثلا من قبلا از این باکس دارو استفاده میکردم، از این باکس های دارو که توی لوازم پزشکی ها یا داروخونه ها دارن استفاده میکردم، چون که در داره و جداگانه هر کدوم از درها باز و بسته میشه و خیلی خوبه برای اینکه ظرف رنگمون باشه. و چون اینا حالا یکم منفذ داره بینشون، ممکنه باز رنگمون خشک بشه بعد از یک مدتی. یه مدل دیگه هست شبیه به همین، توی خرازی ها دارن که بهش میگن باکس های خرجکار اگر اشتباه نکنم. اونا هم خیلی خوبن، درش کاملا کیپ میشه. یا حالا کلا از هر وسیله‌ای که خونه های کوچیکی داره، مثلا اینو ببینید ظرف یخ هست که من ازش برای پالت رنگ به عنوان پالت رنگ دارم استفاده میکنم. اگر رنگم هم اضافه بیاد، چه توی این پالت چه توی اون پالت تخم مرغی، از چسبای جلی میتونید استفاده کنید، روش چسب بزنید و تا مدت زیادی رنگ توش میمونه و خشک نمیشه. باز از ظرف‌های دیگه‌ای که برای نگهداری رنگ میتونم بهتون معرفی کنم، این ظرف‌های کوچیک نگهداری رنگ هست که کاملا در داره، درش بسته میشه و رنگ تا مدت‌های زیادی توش میمونه و خشک نمیشه. فقط یک ایرادی که داره، اینا رنگ وقتی توش خشک بشه دیگه از روش کنده نمیشه. ولی اون پالت های تخم مرغی و اون پالت دیگه‌ای که بهتون نشون دادم به عنوان ظرف یخ، اینا راحت رنگ وقتی روش خشک میشه از روش کنده میشه. یعنی شما روش خراش ایجاد کنید با یه جسم تیز، کاملا رنگ ها لایه‌ای از روش بلند میشه. و اما میرسیم به مبحث رنگ ها. برای دات ماندالا از رنگ های اکریلیک استفاده میکنیم. 3 نوع رنگ اکریلیک هم داریم: رنگ های اکریلیک ساده، فلورسنت و متالیک یا صدفی. از هر 3 مدلش میشه بنا به سلیقه استفاده کرد. از ترکیب اینها کنار هم دیگه هم میشه استفاده کرد توی کارها. ولی برای زدن رنگ زمینه ابتدایی کارمون روی بیس هامون معمولاً از رنگ های اکریلیک معمولی استفاده میکنیم و غالباً هم از رنگ مشکی استفاده میشه. کلاً رنگ مشکی و سفید از اکریلیک ساده بگیرید و باقی رنگ ها رو از رنگ های فلورسنت. حالا مارک های خوبی که پیشنهاد میکنم برای خرید رنگ: برای رنگ مشکی مادر رنگ اکریلیک پای آب مارک الوان رو میتونید بخرید. قیمت مناسب، کیفیت عالی و حجم خیلی بالایی داره. و برای رنگ سفید از رنگ اکریلیک ساده سفید هیرادشیمی میتونید استفاده بکنید. مارک الوان رنگ سفیدش خوب نیست. مارک الوان تمامی رنگاش خوبه، اما رنگ سفیدش رو تهیه نکنید. برای رنگ سفید حتما از هیرادشیمی استفاده کنید و دقت هم بکنید که برای مادر رنگ حتما روش نوشته باشه مادر رنگ پای آب اکریلیک، یعنی نوشته باشه رنگ پلاستیک و نیمه پلاستیک و لاتکس و اینا به هیچ عنوان تهیه نکنید. فقط و فقط مادر رنگ اکریلیک پای آب روش نوشته شده باشه. و اما برای باقی رنگ ها مثل آبی، زرد، قرمز، صورتی، بنفش، نارنجی، سبز که در واقع برای خود کار دات ماندالا، برای نقطه نگاریمون ازشون میخوایم استفاده کنیم، بهتره که از رنگ های فلورسنت استفاده بکنیم. از رنگ های معمولی هم میشه برای نقطه نگاری استفاده کرد، اما رنگ های فلورسنت رنگ های زیباتر، جذابتر، پررنگتر، جیغتر و جلوه زیباتری دارن و کارتون رو در نهایت یک کار زیبا و جذابتری میکنه. و مارک پیشنهادی برای رنگ‌های فلورسنت، رنگ‌های فلورسنت مارک کارن هست که شما تمامی رنگ‌ها رو، چه حالا رنگ‌های اکریلیک ساده چه رنگ‌های فلورسنت رو اگر بخواید تهیه کنید، در حجم‌های مختلف میتونید تهیه بکنید. از 60 میل داریم، 70 میل داریم، 100 میل داریم و حجم اصلی خود رنگ‌ها که 250 یا 300 میل هست. حالا یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که خود همین مارک کارن رنگ‌های ساده هم داره. کلاً 3 نوع رنگ رو کاملاً این برند داره: رنگ‌های ساده، فلورسنت و متالیک. متالیک‌ها یک حالت اکریلی دارن که حالا بنا به سلیقه میتونید در آینده خودتون بخرید و استفاده بکنید، ولی واجب نیست.
یعنی شما مثلا همین رنگ‌های سفید و مشکی رو که من گفتم ساده بگیرید، میتونید از همین برند کارن تهیه بکنید در کنار رنگ‌های فلورسنت، که در واقع به اینا میگن رنگ‌های هنری مارک کارن که اکریلیک ساده هستن. ظرفش هم به همین ترتیبی هست که الان تو دست من میبینید، به این شکل هست. توی این ظرف‌ها به این صورت ارائه میشه، با کیفیت تر هستن، هم برای نقاشی استفاده میشه، هم برای دات ماندالا میشه استفاده کرد و قیمتشون هم طبیعتاً بالاتره. حالا شما بنا به سلیقتون میتونید استفاده کنید یا از همون مارک‌های الوان و هیراتشیمی تهیه کنید سفید و مشکی رو، یا مثلا رنگ زرد رو هم شما میتونید اکریلیک ساده بگیرید به جای فلورسنت. کاملا سلیقه‌ای هست، چون به عنوان مثال رنگ زرد فلورسنت حالت فسفوری داره، به سبز میزنه. که حالا این نکته رو هم بگم که تمامی رنگ‌های فلورسنت قانونشون اینه که قبل از استفاده حتما باید با مقدار کمی سفید ترکیب بشن. حالا تو آموزش‌ها در آینده توضیح میدم که رنگ فلورسنت رو نباید خام و خالص استفاده بکنیم، حتما باید با سفید ترکیب بشن تا حالت زیبا و قشنگی به خودشون بگیرن. مثلا همین رنگ زرد فلورسنت رو که گفتم، اگر خام و خالص ازش استفاده بشه بعد از خشک شدن کاملا به رنگ سبز در میاد، اما اگه با مقدار کمی سفید ساده ترکیب بشه یه رنگ زرد لیمویی خیلی درخشان و خوش رنگی به ما میده. پس چه رنگ‌هایی رو باید تهیه بکنید؟ سفید و مشکی از رنگ‌های اکریلیک ساده باشه که میتونه یا از برند الوان باشه مشکی و سفید هیراتشیمی، یا اینکه هر دو از برند کارن باشن، رنگ اکریلیک ساده هنری کارن. و رنگ‌های فلورسنت رو هم رنگ‌های آبی، قرمز، زرد، صورتی، بنفش، نارنجی و سبز هم در صورت تمایل میتونید تهیه بکنید. وسیله بعدی که برای دات ماندالا ممکنه نیاز بشه فیکساتورها هستن، براق و ضد آب کننده کارها. الان این کاری که تو دست منه رو اگر ببینید یه برقی روش داره. این به خاطر براق کننده‌ای هستش که در انتهای کارمون به کارها میزنیم که یک لایه محافظی باشه روی کارها، هم مقاومتشون رو ببره بالا و هم ضد آب و براق بشن. و برای این کار ما از 2 تا محصول میتونیم استفاده بکنیم. یک، اسپری های براق کننده و ضد آب کننده که معروف هستن به اسپری کیلر یا کلیر، و دومین محصول وارنیش های براق و ضد آب کننده. اسپری مشکلی که داره اینه که بوش خیلی تنده، باید تو فضای باز بزنید و یه مقدار دردسر داره، چون برای ریه ها بسیار خطرناکه و ضرر داره. حتما باید تو فضای باز زده بشه و با ماسک هم حتما باید این کارو بکنید. اگر از اسپری تمایل دارید که استفاده بکنید، مارک دوپلیکالر برند خارجی هست، خیلی مارک خوبیه، بسیار زود خشک میشه، براقیت خیلی عالی هم داره و کار رو ضد آب هم میکنه. و چون برند خارجی طبیعتاً گرونتره و اگر مارک های ایرانی اسپری کلیر میخواید تهیه کنید، گلپخش یا دورنقش مارک های خیلی خوبی هستن. ترجیح خود من برای ضد آب کردن کارهای دات ماندالا استفاده از وارنیش هاست. وارنیش ها با قلمو زده میشن که حالا آموزشش رو در ویدیوهای آینده بهتون ارائه میکنم حتما. ترجیح من وارنیش هست، وارنیش پایه آب به ویژه برند وستا، چون نه بوی خاصی داره نه نیاز تو فضای باز زده بشه. تو محیط دربسته اتاق هم میشه استفاده کرد و خیلی هم زود خشک میشن. وارنیش پایه آب وستا 2 نوع داره، براق و مات. اگر میخواید که کارتون علاوه بر ضد آب شدن براق هم بشه، از مدل آبی رنگش که روش نوشته گلاس وارنیش میتونید استفاده بکنید. اگر هم نمیخواید براق بشه، از اون یکی مدلش که روش نوشته مات وارنیش استفاده کنید. همین برند وستا وارنیش روغنی هم داره که متاسفانه بوی بسیار تندی داره و خیلی هم دیر خشک میشه و دردسرهای خاص خودش رو داره. حالا ما تثبیت کننده های خیلی قوی تر هم داریم، مثل کریستال سرونیک، لاک اپوکسی و همینطور رزین، که این رزین خودش دیگه نهایت در واقع فیکساتور هست، یعنی بالاترین درجه مقاومت و ضد آب کنندگی رو داره رزین. حتی کریستال سرونیک و لاک اپوکسی هم در واقع مشتقات همین رزین هستن. از اونها هم میتونید بنا به سلیقتون استفاده کنید. اما این نکته رو باید بدونید که ما از هر نوع فیکساتوری، چه وارنیش، چه اسپری، چه لاک اپوکسی، چه کریستال سرونیک، چه رزین استفاده بکنیم، هیچ کدومشون مجوز استفاده کردن ظروف و کارها به عنوان مصرف غذا و نوشیدنی نمیشن، چون کاملا شیمیایی هستن و برای سلامتی مضر، مگر اینکه خوراکی هایی که ژل دارن مثل شکلات و اینها رو ما مثلا داخلشون استفاده بکنیم. و اما آخرین وسیله‌ای که ممکنه نیاز بشه برای دات ماندالا سیم مفتول هست.
اگر روی سفال بخواید کار کنید و بخواید بشقاب رو آویزون کنید مثلا روی دیوار، به سیم مفتول نیاز هست که به صورت متری میتونید از ابزار فروشی ها تهیه کنید. 3 نوع هم داره، خیلی نازک، متوسط و ضخیم، که بهتر از نوع متوسطش رو بخرید که نه خیلی نازک باشه و نه خیلی ضخیم، چون نازک اگه باشه خیلی مقاومت زیادی نداره، ضخیم هم باشه از حفره پشت بشقابتون ممکنه عبور نکنه. متوسط بهترین در واقع سیم مفتولی هستش که میتونید بخرید. خب هنرجوهای عزیز، اینم از بخش معرفی ابزار مورد نیاز دات ماندالا. باز هم هر سوال و ابهامی پیش اومد زمان خرید وسایل حتما با من در ارتباط باشید و هر سوالی پیش اومد حتما بپرسید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.